دبیر کل پیمان ناتو ینس استولتنبرگ میگوید پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ صداقت کشورش را برای حمایت اروپا نشان داد، اما یادآوری کرد که از اصول خراجات دست جمعی پیگیری میکند. یک عده اعضای ناتو هم بر این نظرند که سهمگذاری برای مدافع نباید برای قانع کردن امریکا بلکه برای حفظ منفعت‌هایمان لازم است. ما خوشحالیم که حرکت در این سمت آغاز یافت. اظهارات استولتنبرگ بعد سخنرانی دونالد ترامپ در مراسم افتتاح قرارگاه نوی ناتو در بروسل نشر شد. رهبری آمریکا کشورهای عضو ناتو را به مبارزه با تروریسم، مهاجرت و تهدیدهای مربوط به روسیه تشویق کرد و گفت که اعضای پیمان در تأمین مالی فعالیت‌های آن به طور عادلانه سهم بگیرند. اعضای ناتو عهدهدار شدند که تا سال 2024 2% مجمع تولیدات ناخالص ملی کشورهایشان را برای تحکیم مدافع مصرف کنند، ولی تاکنون فقط بریتانیا، استونیا، پولش، یونان و ایالات متحده این تعهد را اجرا کردند. سهم آمریکا در پیمان سال گذشته 13.6% مجمع تولیدات ناخالص ملی را فرا گرفت. در 8 سال گذشته خراجات دفاعی ایالات متحده آمریکا نسبت به همه کشورهای عضو پیمان در یک جایگی بیشتر بوده است. اگر کشورهای ناتو سهم خود را در شکل کامل پرداخت می‌کردند، پیمان از امروزه دیده نیرومندتر می‌شد، به ویژه در مقاومت به تروریسم. سال گذشته ترامپ گفته بود که اگر شریکان اروپایی برای مدافع سرمایه گذاری کافی نکنند، ایالات متحده در فکر آنها نخواهد بود. این اظهارات کشورهای سابق شوروی کنار بحر بلتیک را به تشویش آورد، زیرا در سال 2014 روسیه نیم جزیره کریم اوکراین را اشغال کرد و حضور نظامیش را در مناطق نزدیک به اروپا تحکیم داد. چند ماه پیش دونالد ترامپ پیمان ناتو را یک سازمان برجامانده عنوان کرد، ولی از آن وقت تا این طرف لحن صحبت‌های رهبری آمریکا نرمتر شده. او درباره اهمیت پیمان و ضرورت تحکیم مرزهای ناتو حرف می‌زند.